متاسفانه که روز 21 رطوبت ساز ما خراب شد. خب چی میشه؟ آیا این چوچه زنده میمانه؟ میمره؟ باید برای هر کار جای شما یک سنجش داشته باشید. رطوبتش به حدی بود که خیلی ضعیف، اگر در 10 ساعت میماندی شاید 50% رطوبت بالا نمیرفت داخل ماشین. بعد از روز 18 خیلی متوجه باشین که رطوبت و یک چیز که رطوبت خیلی پایین میاره، باز کردن زمین بیجایزه. دوستای عزیز سلام، وقتان بخیر. امید که جور صحتمند سر حال باشین. طوری که از کاور ویدیو دیدین، متاسفانه که روز 21 رطوبت ساز ما خراب شد. که واقعا در روز 21 که در مرحله یکی سطر داریم و دیگه مرحله هچر. در مرحله هچر رطوبت ساز ما خراب شد. خب چی میشه؟ آیا این چوچه زنده میمانه؟ میمره؟ چی میشه وقتی که رطوبت نباشه؟ چون در این روز 21 و 18 و 19 رطوبت خیلی حیاتی است، چون پوستای تخم مرغ نرم میشه، بعد از چوچه از پیشش میبره. شما چوچه رو دیده میتونید، ولی متاسفانه که رطوبت ساز ما در اینجا خراب شد. آیا چی میشه؟ چوچه ها تلف میشه؟ چی میشه؟ خب دوستای عزیز، باید برای هر کار جای شما یک سنجش داشته باشید. که من با این مشکل در می روز برخوردم، ولی من ایره در نظر گرفته بودم که شاید این رقم یک مشکل برای من پیش بیاید، چون وسیله برقی است و در روز 21 اگر شما خراب شد و دیگر رطوبت ساز تا که شما در 3 ساعت 4 ساعت یا 7 ساعت 8 ساعت که مثلا در ولایت ها باشین تا که برای شما میرسه، تمام چوچه هایتان از بین میره، داخل تخم میمره. که با این مشکل ما برخوردیم، ولی من چی کرده بودم؟ به جای یک دانه رطوبت ساز 2 دانه رطوبت ساز خرید کرده بودم. اگر یکیش خراب میشه باید دیگهش در دسترس قرار داشته باشه. شما این ویدیو رو ببینید، این رطوبت ساز ما رطوبت تولید نمیکرد. از روز اول یک کمی وقتی که را خواستم به طور آنلاین خریداری کرده بودم، ولی یک مشکل دایش پیش آمد. از روز اول دوست آگاه کردم که این رطوبت ساز مشکل بود. اما روز من اقدام کردم رطوبت ساز دومی را خواستم، اگرچه او کار میداد ولی یک مشکل جزئی بود. بعد از اون مشکل دیگه برش پیدا شد، مشکل پیدا شد که بعد از اون کار میداد، ولی مشکل سومی که آمد که رطوبت تولید نمیکرد. رطوبتش به حدی بود که خیلی ضعیف، اگر در 10 ساعت میماندی شاید 50% رطوبت بالا نمیرفت داخل ماشین. این ویدیو رو به خاطر برای شما بالا کردم وقتی که شما ماشین داشته میباشین کوشش کنین به جای یک رطوبت 2 رطوبت ساز بخرید. اگر یک رطوبت سازتان به مشکل برخورد طوری که شما از مرا دیده میتونید که دیگر رطوبت سازتان کار کنه، فعلا خاموش است و ایره ما برتان نشان میتم. عاجل دایرکت متوجه شدیم وقتی که رطوبت کم شوه یا درجه حرارت بیخی کم شوه، ماشین خودش یک صدا تولید میکنه، یعنی صدای هشدار دهنده برات میده که مشکل پیش آمده. و باید در این روزا خیلی متوجه باشین. بعد از روز 18 خیلی متوجه باشین که رطوبت از پیشتان پایین نبیه. و یک چیز که رطوبت خیلی پایین میاره، باز کردن زمین بیجایزه است. که شما سعی میکنین چوچه را بمانین که ماشین کار خود کنه، تخم چوچه کار خود کنه و از داخل تخم برآید. شما چوچه کار دیده میتونین اینجا که میبراید. اینجا یک دانه از دی بالم یک دانه است. البته تعداد زیاد زیر بان کشیده. این ویدیو رو به خاطر براتون ضبط کردم که اینی مسئله رو در نظر بگیرید. ما جای کاری که سنجیده بودم، در مور روز برای من این مشکل رخ داد. اگر من این رطوبت ساز دومی را نمی داشتم و میرفتم کابل، میرفتم تا کوره خرید میکردم، 6 ساعت 7 ساعت تیر میشد، شاید این چوچکای من تلف میشد داخل ماشین. چون این ماشینا نه حرارت و قدر نگاه میکنه داخل خود، نه رطوبت. چون از PVC از جنس PVC ساخته شده. خاصیت PVC اینمیست که نگهداری میکنه، ولی بازم نگهداری نمیکنه این چوچه ماشین. نه رطوبت و قدر حفظ میکنه. شاید یک 10 دقیقه 15 دقیقه اونم درجه حرارتی که در داخل ماشین است که برای شیار میشه خود ماشین نگهداری کنه، بعد از اون مکمل پایین آمده میره. این ویدیو را خواستم که تون به اشتراک بگذارم که شما وقتی که ماشین خریداری میکنین به جای یک رطوبت ساز 2 دانه رطوبت ساز 3 دانه رطوبت ساز نظر به توان مالیتان، ولی 2 دانه حد اقلش باشه، 2 دانه باشه. چون این رطوبت سازم طوری است که یک دقیقه گل میشه، یک دقیقه روشن میشه، از طرف ماشین برق سرش کم و زیاد میکنه. رطوبت ماشین که بالا شد
سرش برق رها میکنه، روشن و خاموش زیاد میشه و وسیله برقی زود از این چی میشه، خراب میشه. و چیزای تجارتی خودتان میدانید طور ساخته شده که اگر خوب بسازن، با کیفیت بسازن، خود دیگه تولید نمیشه، خراب نمیشه. یعنی که خراب نشه دیگه تقاضای مشتری کم میشه، خب کارشان فلج میشه از شرکت ها. یعنی تو مسئله است این چیزها را در نظر بگیرید. کوشش کنین که به جای یک دانه رطوبت ساز 2 دانه رطوبت ساز خریداری کنید. وقتی که یکیش به مشکل برخوردین دیگهش در دسترس باشه که مودقه شما بتانین تو را عیار کنین پس درجه حرارت که سبب تلف چوچه هایتان نشه. اینی یکی از تجربه تلخ و واقعی ما بود که ما برای یک سنجش کرده بودم و رطوبت ساز دومی را خواسته بودم. رطوبت ساز اولی را شما ببینید که به چی سیستم است. ما ویدیوش قرار میدم که باز من رفتم ایره به شرکت تحویل دادم، شاید 2 روز 3 روز در بر بگیره و من کوشش دارم که می فردام که شو رطوبت ساز دومی اینجا باید حاضر باشه، در حالی که این کدام مشکل نداره. این رطوبت ساز ما جور است، رطوبت ساز ما جور است، رطوبت داخل ماشین میته جور تیار است، ولی کوشش دارم که رطوبت دومی باید اینجا قرار بگیره. اگه این مشکل پیدا میکنه که او باشه تا که من مشکل دومی را حل میکنم، مشکل اولی که با مشکل برخورده و دومی باشه که درجه حرارت و رطوبت ما پایین ندیه. دیگه بخیر و سلامت باشین. این ویدیو را خواستم که با شما با اشتراک بگذارم و ویدیو را کوشش کنیم که ویدیوهای ما آموزشی است و ما که قدر زحمت میکشم چون بخش میدیا یک نفر خود خاص خود کار داره، زحمت کار داره که ویدیو ضبط کو، بازور ادیت کو، بازور منتشر کو. وقتی که ما قدر زحمت به خاطر شما متقبل میشم، اگر چی حق شما بالای است، حق شما بالای است که ما باید این تجربه خود با شما به اشتراک بگذارم. ولی شما حمایت کنید این ویدیوی ما را که 6 دقیقه 8 دقیقه می باشه، حداقل هم 6 دقیقه 7 دقیقه شان تماشا کنید. کمی زحمت ما به باد نره. باز شما باور کنید که یک ویدیو رو ما در یوتیوب آپلود میکنم 6 ساعت 7 ساعت وقت میگیره، 6 ساعت 7 ساعت وقت میگیره. و خوبیش چیست که نمی زحمت ما به باد نمیره. این به چی مانا که وقتی که شما لایک میکنین، کامنت میکنین و ویدیو را تا آخر تماشا میکنین، الگوریتم یوتیوب اینو میره برای افراد بیشتر سجست میکنه. شاید برای کسایی سجست کنه که دمی حالت قرار داشته باشه یا دمی حالت سرش بیایه، شاید یک دردش دوا کنه و این در حقیقت خودش یک صدقه جاریه است. وقتی که من زحمت میکشم برای شما ویدیو جور میکنیم، شما کوشش کنین که ویدیو را تا آخر تماشا کنین. اگر سوال داشته باشین در بخش کامنت بنویسین تا جایی که اندک تجربه من باشه. من انشالله آدم نیستم که با شما به اشتراک نگذارم یا بگویم اینمی چیز علمیتی که به دست آوردیم این به دوستان نرسه. نه، این حق شماست که من باید این را به شما برسانم. دیگه بخیر و سلامت باشین. اینمی یک چیز خواستم تذکر بدم که متوجه اینی رقم بعض مسائل باشه، مسائل باشه. اگر احیانا من رطوبت دومی نمی داشتم چوچه های من تلف میشه، تمامش از بین میره. کوشش کنین که مسئله رو در نظر بگیرین. بخیر ویدیو را تعقیب کنین که چوچه از ماشین چی سیستم میکشه. ویدیوی بعدی که آپلود میکنم براتان با چوچه هایی که مثلا از ماشین میبرای، نصفش برآمده نصفش داخل ماشین است، با او چی کار میکنیم، چه قسم نگهداری میکنیم تا که تعداد چوچه های ما به نصف یا زیادتر از نصفش از ماشین میبرای که باز انتقال میتیم به چی سیستم انتقال میتیم، اتاق چی رقم نگهداری میکنیم، درجه حرارت. ویدیوی بعدی در باره زمین ویدیو را لایک کنین و همچنان اگر سوال داشته باشین در کامنت برای من بنویسین، جواب بدم. بخیر و سلامت باشین تا ویدیوی بعدی. بخیر که چوچه ها را از داخل ماشین میکشیم. بدرود.